ورزش میان دختران در ولایت هرات با پیشرفت‌های چشمگیری روبرو شده است. اکنون 9 تیم فوتسال دختران در ولایت هرات مسابقات را به صورت لیگ برگزار کردند. با این هم دختران ورزشکار از نبود امکانات لازم ورزشی شکایت کرده و از مسئولان فدراسیون فوتبال می‌خواهند که تلاش‌های را به خاطر توسعه بیشتر فوتبال دختران در این ولایت روی دست گیرند. 3 ماه 4 ماه بشه که ما آمادگی گرفتیم به خاطر یک مسابقات، کسی حاضر نمیشه که یک مسابقات برای ما راه اندازی کنه. دلیلی بوده که ما هیچ بودجه نداشتیم، جای مناسبی نداشتیم، حتی تایم جیمنازیوم از ما بگرفته بودن، بزرگای چه حمایتی از ما نمیکردن و امروز خود ما مجبور شدیم که از بودجه شخصی خود این مسابقات را بنویسیم. کمبود امکانات بودجه در قسمت کمیته فوتسال مشکلات هست و ما کوشش میکنیم که با این چالش ها روبرو شیم، مبارزه میکنیم بلکه بتونیم این مشکلات از بین ببریم. و ما از مسئولین خواهش دارم که در قسمت کمیته فوتبال و فوتسال همکاری کنم و خود شما امروز مسابقات در جمع میبینید که مسابقات ما به چه شکلی باشه، باید به شکل گسترده و چی میبود ما میمانایی میداشتیم در اینجا دعوت میشد نسبت به کمبود اسپانسر ما مسابقات خو به شکل چی گرفتیم خودتر گرفتیم. ولایت هرات در غرب افغانستان یک از ولایات به شدت سنتی در افغانستان است. تا چند سال قبل ورزش دختران در این ولایت با مخالفت‌های شدید خانواده‌ها و مردم همراه بود. اکنون دختران ورزشکار از خانواده‌ها به عنوان یک از اصلی ترین موارد تشویق دختران به ورزش نام میبرند.